به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بینندگان عزیز و هموطنان محترم. یک پدیده شوم انسانی که امروز جهان انسانی را خصوصا در میان مسلمان ها این زیادتر دیده می شود، اون رفتن در پیش بینک و فالبین و ساحر و جادوگر هست که این مسئله محکوم شده در دین هست و دیدگاه دین مبین اسلام این مسئله را بسا محکوم میکند و انسان هایی که در اونجا می روند حتی اسلام، ایمان، اعمال خود را حبطه میکنند. علمای دین مبین اسلام برای اون مرد، برای اون زنی که پیش ساحر می رود یا پیش فالبین به قول خودمان می رود، اگر اون از 4 مرحله خالی نیست، اگر اون به این اعتقاد می رود که این انسان ساحر یا این بینک یا این جادوگر آینده مرا می داند، علم غیبی مرا می داند، یعنی علم غیب را می داند، عقیده مسلمانی باید همین باشد که همه ما اعتقاد و ایمان بر همین باید داشته باشیم که علم لا یعلم الغیب الا الله، یعنی الله تعالی اعلان میکند در قرآن که علم غیب را جز من الله دیگر کسی نمیداند. حتی عقیده اهل سنت و الجماعت بر همین است که یعنی انبیا، ملائکه ها علم غیب را نمیدانند. بنابراین وقتی که علم غیب را کسی نمیداند و تقدیر از علم غیب هست، آینده ما را کی نشان داد کرده میتواند؟ بنابراین علمای دین میگویند که اگر مرد مسلمان، زن مسلمان به این اعتقاد پیش یک بینک، پیش یک فالبین می رود که اون علم غیب را می داند، این انسان اسلام خود را از دست داد، ایمان خود را از دست داد، یعنی این انسان را کافر می دانند علمای دین. اتفاق اهل سنت و الجماعت بر این هست، یعنی با این اعتقاد می رود که این علم غیب می داند، این آینده ما را می سازد و کلی از آگاهی دارد از علم غیب، این انسان از ملت اسلام بیرون می شود. و دومین مرحله که علما بیان کردن این هست که وی می گوید که این پره علم غیب را نمی داند، همه علم غیب را نمی داند، اما چیزی از علم غیب می داند، یکم آگاهی دارد، همچنانه که پیش از مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر یعنی آوردن بعض خبرها در میان جنها آزادی شد. بنابراین با این اعتقاد میاد که چیزی میداند، در اونجا هم علما گفتن این از ملت اسلام بیرون نمیشود، مرتد نمیشود، اعمالش حبطه نمیشود و یعنی کفر اصغر گفتن این را، یعنی اینم از ملت اسلام بیرون شوی خارج نیست، مرتبه پایینتر از کفر را دارد، گناه کبیره و معصیت است. اما مرحله سومی، مرحله که علما بیان کردن و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث هم بیان میکند، اون هست که این با این اعتقاد میداند که این علم غیب را نمیداند، چیزی از غیب نمیداند، اما همه که میروند من هم بروم یک معرفتی حاصل کنم، با این خاطر میرود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که لم تقبل صلاته 40 یوما، نماز این انسان، نماز این مرد، نماز این زن 40 روز درگاه الهی در قبول نمیشود، حبطه میکند نماز 40 روزه خودش را در نزد پروردگار. یعنی هیچ صورتی نیست که این پدیده شوم انسانی را اسلام محکوم نکرده باشد. و مرحله چهارمین که علما میگویند این جایز است، این است که یک عالم دین، یک دانشمند به خاطر میرود که برای مردم معرفی کند که این چیزی نمیداند، نه این ساحر است، نه جادوگر است، نه فالبین است، نه چیزی از علم غیب میداند. همچنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش سافر رفته بود، اون کسی که دعوا میکرد که چیزی به پیغمبر میآید، من هم اون را میدانم. ابن سیاد میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که خبأت لك خبیئه، یعنی یک چیزی را من از تو پنهان کردم، امشب بر من نازل شد، کو بگو چی هست؟ اون گفت که دخ. حالا اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم خندید، گفت تو کذاب دروغگویی، سوره دخان امشب بر من نازل شده بود. بنابراین اگر عالم دانشمند پیش اینها می رود که اینها را یعنی پرده را از روی اینها بردارد، چون که از دیدگاه عقیده، از دیدگاه قرآن، از دیدگاه احادیث و عقیده اهل سنت و الجماعت
این عمل شوم پدیده نامطلوب در دین مبین اسلام، محکوم شده در دین اسلام هست و صاحبش را به جهنم برده میرساند و از همه خطرناک در میان قشر جامعه کسی که نزد اینها میرود و اینها را تصدیق میکند که اینها علم غیب میدانند، آینده مرا میسازند، اینها از ملت اسلام بیرون میشوند. احتیاط بکنند، اعمال خود را، ایمان خود را، اسلام خود را حفظ کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.